بذاری من این کارو میکنم حاجی. زمین و سمون به هم بیاد من این کارو میکنم، اما اگرم توش نیست اگه جعبه به تو گونی بار میکنم. اگه کامیون گیر نیاد چی؟ با گاری میبرم. اگه تو میدون بارتو نخرن چی؟ میریزم وسط خیابون، دونه دونه به مردم میفروشم. هرچی که پیش بیاد، هر طوری که بشه من بارمو خودم میبرم. که خوبه باریکالله. میبینم بارارم که جعبه کردیم، همه چی برای هم حاضره. احتیاج رو پشتبان نداشتم. من چه درازه دارم من. من دارم میرم رشت. ببینم تو کاری چیزی نداری؟ چرا دارم. به کامیونات بگو نیان. یعنی بار حاصل نمیشه؟ به بعد دونه دونه این پرتقالا مال خودمه. این دفعه سگ خورد، اما دفعه دیگه اگه پرتقال من بره زیر پات من اون پاتو قلم میکنم. ناکس بیمعرفت شیطونه میگن شیطونه غلط میکنه. وایسا جان، تو که تو کلت افتاده بارتو خودت ببری، تکلیف اجاره نامه باقی که پدرت با من نوشته چی میشه؟ تکلیف اون 150,000 تومان بدهکاری چیه؟ اینا درست 150,000 تومنه. از صبح تا الان درست نشده. 2 ماه داریم این ور اون ور میزنیم. چک پدرمو بده پولتو بگیر. آفرین باریکالله به تو. اگه چکو میخوای باید یه سری امشب بیای با کم پولو بدی هم چکو بگیری. موافقم. منم همینطور. باریکالله با تو. آفرین پسر. باریکالله با تو. به تو میگم تو پسرم چون پدری خیلی خوشم آمد. از چی؟ هیچی، همینجوری علکی. دیدین قربون عوضی نمیگفتم. معلومه یه خیالایی داره. آره خیالای بدی هم داره، خیلی بد. اقلن یه چایی بخور. نمیخوام مادر. برو بده به رحمت. باریکالله راست میگه بخوده بده با من چای خوره با لذیذه. تو باید چایی رو با من تعریف کنی. شیر سماوت بستن با من تو غنده بردارم 20 داره گدا بازی در آوردی. آی
با چیه؟ نشد ایدی نداره سوت سلوات بفرست با امید خدا برو منم هوات دارم جلال چیه مادر؟ میگم میشه امشب نری زمین شیفته باشه فردا امشب باز کارو تموم کنم مادر. این بارون جاپای عبادالله و آدماشو تو باغ پاک میکنه. بی خیالش بود بر میکردم. جلال من خیلی نگرانم. دست بردار مادر. باز بی خودی نگرانی افتاد تو سره. من خواب بدی دیدم مادر. خیلی میترسم. خواب دیدم تو عبادالله زیر یه درخت وایستادین و بگو مگو میکنی. یه دفعه درخت شکست و روی تو افتاد. خوابت امروز تعبیر شد مادر. درختی رو که دیدی کمر عبادالله بود که امروز من شکوندمش. من خودم نوکرتم. زود بر میگردم مادر. به امون خدا. کار میخوای بکنی عمو؟ هیچی. پس چرا خواستیش بیاد اینجا؟ که نصیحتش کنم. بالاخره جوونه، یه نفر باید سر عقل بیارتش. گوش کن عمو، جلال درست مثل برادرش میمونه. خواد بکنه میکنه. نصیحت و اینجور چیزام تو گوشش نمیده. چرا؟ خیلی کارا هست که خیلی ها میخوان بکنن ولی نمیتونن. مگه برادرش نمیخواست تو رو بگیره؟ نمیخواست؟ اون تقصیر خود من بود. اون وایساد. اون با همه جنگید. با شما، با پدر خدا بیامرزم، با هر کی که فکر کنی جنگید. ولی من کوتاه اومدم. من اشتباه کردم. حالا اون پسر اگه بیاد اینجا باید سالم از این خونه بره بیرون. وگرنه چی صفورا؟ من تحمل ظلمو ندارم عمو. خیلی خوب، خیالت درست. بجان بیم یالا بذارینش پشت فرمون. سوپر دیگه خدا رحمتش کن. جلال جونم کجا رفتی؟ جلال جونم من حالا تو چه خاکی به سرم بریزم. وای مادر باری دیگرم رفت. جلال جونم جلال جونم. جواب برادرت چی بودم؟ وقتی اومده تو خواست چی بهش بگم؟ چی؟ جلال از همه بیشتر خوشحال میشه. این پسری که پاچه صفاست. من که دلم برای دیدنش لک زده. برای بابا و مادرم همینطور. صفاتو برم دختر. بابا میتونم کادوشو باز کنم؟ نه بروچک، اون مال عمو جلال باز خودش باز کنه. خب اگه من باز کنم زحمت عمو جلال کمتر میشه. باز کنم بابا جون باز کنم. من وامی ازش بگی الان در و داغونش میکنه. پدر سوخته فقط بلد خرابکاری کنه. بازش نکنی مامان جونا. مال عمو جلال خودش باید بازش کنه. بنزینمون داره تموم میشه. بریم کنار من خبر دارم. بریم کنار آفتالله
آفتالله نشستی آفتالله. آقا رضا آمده توی پمپ بنزین داره ماشین بنزین میزنه. حالا چیکار کنی؟ واه چه مصیبتی. زود باش سیاهتو در بیار زن. تو میخوای چیکار کنم؟ میخوام که سیاهتو در بیاری. میخوام وقتی که پاشو میذاره اینجا از زمین و زمان مصیبت نباره. میخوام عرق تنش خوش بشه، بعد بفهمه که برادرش اونا عاشق جلال بود. چرا؟ پس کمکش کن تا بهتر بتونه تحمل کنه. کارو بکنی. هی پدر، در خونه تو که همیشه باز بوده. انگار هنوز نمیدونه. حتما بهش نگفتم. اگه بفهمه خیلی خورد میشه. خیلی جلال دوست داشت. آها، انگار آدم ندیدن. یا اله الا الله. آهای بابا، جلال کجایی؟ آمده ما. سلام. تخم حلزون یه دعوا کردن که اینقدر معطلی نداره. سلام ماره جواب بده. سلام بخوده، حالت چطوره؟ قربان تو. قربان تو برنده. خب حالا درو ببند. خدای خودت رو. این رحمت واسه ما خیلی کشیده زحمت. هی مادر، پدر، پسرتون اومده بابا. عروستونم اومده. اون نوه تخمتونم آوردم. بودی بیا جلو، بودی بیا قدرشو برم. اومدم بابا جون. یو جلو. سلام کن. سلام بابا بزرگ. سلام پدر. سلام، خوش اومدی پسر. خیلی نوکرتم پدر. سلام مادر. سلام آقا جون. مادر، مادر، به مولا نوکرتم. دلم واسه یه ریزه شده بود. پسر فدات بشم مادر. آها مادر که داری گریه میکنی. مادر ما رو باش انیست. هم وقتی میرم گریه میکنه، هم وقتی بر میکردم. بابا خوشحالی که گریه نداره. نوکرتم. هی جلال، بیا بابا با سر عشق مادر وا شده. اون مشک رو بیار پرش کنی. ببینم مادر. جواب کجا؟ اصلا یه که قایب شده ها. ای ناکته الان پیداش میکنم. هی جلال، کجایی جلال؟ بلند شو بیا، پسرم واسه کادو آورده. برو بالا. جلال کجایی پسر؟ قایم شده. بیرش بیارم. برو تو. ناکس دور میخوابه. بلند شو دیگه. آقای خوشخواب کجا هستی؟ جلال. مادر بهش گفت نرو. بهش گفت زمینه لیز قربان تو برم نرو. اما خدا بیامور به خرجش نره. میگن وقتی اجل بیادم برمیشه. خدا بیامور قسمتش این بوده بیادم. او خیلی عجله داشت. شبانه سر چراغ اما بیچاره حتی تا خانه بعدالله هم نرسید. میگم تا چلش چیزی نمانده بود آقا رضا. این چند روز میماندی بعد میرفتی خیال همه امام راحت میشده. برای چلش برمیگرد. میرم
رو درست کنم که وقتی برمیگردم تو و پدرمو ببرم پیش خودم نوکریتونو میکنم مادر. گریه نکن مادر، دلمو اینقدر آتیش نزن. زود برمیگردم، خیالت راحت باشه. خدا پشت پناه تو برده. مواظب خودتون باشید. بچه‌رم مواظب. جون تو جون پدر مادرم سر 10 روز برمیگردم. میخوام این چشات مواظبشون باشه. برو پسرم، خیالت راحت باشه، نگران ما نباش. خدا پشت خدا ما رو آدم حساب نکن. خداحافظ آقای جون. خداحافظ دخترم. به سلام. سفل خان ریختن تو باغ. حالا نمیخواد. آدمای عبادالله ریختن تو باغ، دارم پرتقالا رو میبرم. حالا حرف نزن. خیلی خوب، دیدی که دنل رو جیگر بی صحبت بی ضربت بده ماده که بره. چی شده؟ برو خیته. هیچی پسرم، برو به امید خدا. بره هیچی. اینجا این مگه زده آمدی یه حجیم هم یزی میخواد. برو پول بیار دواره بباد. رفت بی پول که نمیشه. خداحافظ آقایون. خدا پشت و پناهت. منم گفت آقایون. پدر گرگم به هوا قایم موشک بازی دیگه از ما گذشته. اینکه چه خبرایی داره میشه؟ چیز مهمی نیست پسرم، تو برو به کارت. بله من خودم هستم، مهم نیست. بفرمایید شما. همون غیر مهمش چیه که ما نباس بفهمیم؟ از پسر یا نه؟ بله مجبورم به خدا. آدمای عبادالله همه آمدن ریختن توی باغ. واسه چی؟ واسه بردن محصول. بار ما پیش فروش شده. بله پیش فروش شده، پولش هم خورده شده. آقا جلال خدا بیامرز نمیخواست به اونها بار بده، نمیخواست. حالا که اون مرده شما آمدین دوباره سرکلی اینا پیدا شده به خدا. بیای پایی مسافرات به هم خور. تو پیش مادر بزرگ میمونی. را بیفت. من بندین واسه چی کارم قربان تو برم گفتم الهی؟ را بیفت. باید یکی حالشون کنه که اون باغ آب داره. قربان تو برم. تو که فارسی بلدی زبانم گذاری، من که کجا بیام آخه تصدقت؟ را بیفت. گفتم دو تا کلم دروغ بگو کلکه بکنی. یکی گفتی مرا به دازه سر انداخت. آخه من کجا برم آخه من بدبخت؟ به مادر من سلام برسید. خدایا بم فریاد من بود. بیا پایی. رحمت درو ببند. جیان چشم در رحمت بروی همه میبندم. آقایون لاتا با اجازه کی اینجا ولو شدن؟ با اجازه عبادالله خان. پرتقال مال ایشونه. تو این نفس بزن واسه خاطر اون مرحومین که نیومد. اینجا باغ من زود بسانی به تاش ببینم. بری اما همه میدونن که اجاره عبادالله خانه. اما حالا دیگه نیست. اگه یه دفعه دیگم این ورا آفتابی بشین کاری میکنم که پشیمون بشین که چرا شکم ننهاتون اومدین بیرون. باره بابا میزنم مثل تارزن. بی باید مادر بیا جلو بگیره. بگیر امان هوا رو بنده
آدم ای خدا کمک کنید جنازه رو بریزید تو. پس چرا خبری ازشون نشد؟ چه خبری قربون؟ باز جوار رو برای کامیونا آماده کنن. به نظر میاد که دیر کردم. نه قربون، آخه خیلی باره. همش هم سواکده و حی و حاضره. اون مرحوم زحمات که واسه ما کشید و غزل و خوند. انگار اومدم. جنازه ها رو بریز کنید. چشم جنازه ها پایین. یالا آخر خسته یالا بی پدر مادرم چی که بریده تو سره گرفتن. یالا بیا پایین. توپاتو پس آوردم. میتونی بشمارشون که کم نباشن. خودمونیم آدمای بی‌عرضه‌ای داری یا؟ دهنتو ببند. اینم بدون این دفعه هر کدومشون تو باغ من قدم بذارم با یه پا بر میکردم. چون اون یکی پاشونو من قلم میکنم. چی داری میگی مرد؟ بهتر نیست مثل 2 تا آدم بزرگ بشینیم و حرفامونو بزنیم؟ نه تو حرفی داری که با من بزنی، نه من حرفی دارم که با تو بزنم. صحبت هاییه که جوابش هم هویه. تو های تو کردی مام هویمونو. دفعه دیگه هم به این آسونی ها از تو آدمات نمیگذارم. بهتره که اینو تو گوشت فرو کنی. من 150,000 تومن بالای اون محصول پول دادم. حالا فرستادم که محصول رو بردارم. بد کاری کردم. حسابت هم میدونم 50,000 تومن بوده، ولی تو 150,000 تومن سند گرفتی. با این همه قبوله. اما پرتقال کیلویی 2000 است که رود پایین نمیره. محصول دیگه مال خودمونه. پولت هم تا 3 روز دیگه حاضره. شیفم شد؟ به نظرم باید اینم بفرستیم با دست برادرش. سر باش نسیم تا بگم چیکار کنیم. از جنازه ها کو بفرما توی طویله هاشونه جاشنم گرمه. بفرما بالا بریم بینم. در باز بود. کی بستش؟ هر کی بوده مرض داشته. باید برام واز کنم. نه پیشی ممکنه دامامی باشه. دام خدایا چه دامی ممکنه باشه؟ من چه گناهی کردم؟ چاقویی کردی قلم تراشی چیزیم با خودم نیاوردم آخه. برای کلک بکن دامی وقت میاد سراغ من. ای حرام لغمه. پس این کلکه رو تو سوار کردی ها؟ فکر نکردی من یهو عصبانی شدم زدم یه نفر کشتم خونش پایی کیه ها؟ سلام. و علیکم. من بهت خیلی بد کردم رضا. خودم اینو میدونم. ما به بعد عادت داریم. تو واسه خاطر من همه کار کردی، ولی من تنهات گذاشتم چون گول پدر و عموم خوردم. من گله ندارم. زنی که نصیبم شده همونه که یه عمر دنبالش میگشتم. آره زن تو دیدم، خیلی خوشگله. از دور دیدمشون. پس زیارت قبول. حالا اجازه میدیم ما رد چی؟ رضا بله. تو خیلی دوستش داری؟ آره خیلی. بیشتر از اون موقع که منو دوست داشتی؟ آره خیلی بیشتر. ارزشش هم داره. اگه این پسر شروع کنه فردا بقیه هم به فکر میفتم.
اگه اون بتونه بارش رو به شهر برسونه بقیه هم امتحان میکنم و اگه یکیشون بشه دوتاشون 4 تا فرداست که ما اینجا هیچ کاره ایم. ببینم قصید. بله قربان، فرمایشی داشتیم؟ چک پدرشو ببر بانک برگشت بزن، بده حکم جلبشو بگیرم. چشم قربان. بسیار خوب، حالا دیگه کارش تمومه. حالا پیرمرد رو جلب کن. میخوام پیرمرد شب و تو زندون بشه. من میدونم شما کی هستین. چرا نمیفرمایین تو؟ نه خیلی ممنون. فقط به آقا فتوله بگیم میخوان بگیرنش. اما چکشو گذاشته اجرا. به وکیلش گفته همین امروز بگیرنش. خدافظ. خیلی ممنون. پاشین آقا جون، پاشین. چی شده دخترم؟ عبادالله چکتون رو گذاشته اجرا. دارم میام بگیرمتون. توف برود بیاد نباشه ورزن نشد. هی حالا چیکار کنی؟ هیچی. مگه من مردم؟ خودم میبرم زندان تحویلت میدم. میگم چطوره تا رضامیت بریم خونه حاج اسماعیل، چون اونجا امتره. را بیا بیترم هست. زود باشین آقا جون، زود باشین، الان میرسم. امو بودو برای من از دست تو چقدر باید از در دیوار کوچک بخورم. آخه را بیا برای را بیا من دیگه تو لکن نمیتنه خودت آقا فتحالله. هر چند روزی که بخوای میتونی بمونی. من و تو 20 ساله که رفیقی. ولی آخرش چیز عبادالله سر 2 روز پیدات میکنه. درسته آقا رحمت؟ نه خیر. بله بله بابا، اون که بله جان. باری کلا. آدم که همیشه نمیتونه فراری باشه آقا فتحالله. از دست طرفکار که نمیشه فرار کرد. درسته آقا رحمت؟ بله برر، بله اگه گذاشتی من این 20 پرتقال بخورم هرچی اونی میگی درسته. برای من بابا بالاخره حرف اونم بی حساب نیست. از اون گذشته از من حرف شنویی داره. بلند شو بریم پیشش قضیه رو فیصله بدم. اما رضا چی؟ رضا رفته خونه‌شو بفروشه. این حرفا چیه آقا فتحالله؟ این جوونا 1000 جور حرف میزنن که یکیش درست در نمیاد. همشون خیال میکنن هر کاری فور میشه. آخه به این ناراحتیش میارزه؟ تو که نباید با این موی سفید خودتو آلت دست یک جوون بکنی. اگرم کاری باید بشه به این زودی نمیشه. تا درخت هست، پرتقال هست و باغدار هست، بار مال عبادالله. درست میگم آقا رحمت؟ بله البته عقیده بندم همینه. چون عتیقه که عقیده بنده اینه، میخواستم راجب اظهار عقیده بکنم. اینه که راجب اصلا تو چی میگی که من اظهار عقیده بکنم؟ من چی گفتم؟ من بابد من میخوام پرتقال بخورم. من راجب عقیده کاری نکنم. رنگی دیگه بلند شو جناب، بلند شو، دل نکن. خودم کارتو درست میکنم. رضا چی؟ اون نمیاد عزیز من. تازه اگرم بیاد وقتی میرسه که تو پشت میله های زندونی. وانگهی از کجا معلوم که تا حالا خریدار پیدا کرده باشه. بلند شو بری. ببینم تو هم میای آقا رحمت؟ البته بنده باید مانند این پرتقاله از وجود آقا جان مواظبت بکنم که وقت مقاومت چیزی نشد. بله
تلفن من. رضا فوراً برو خونه حاج اسماعیل. آقا جون اونجا. چی شده؟ عبادالله بعضی جلب آقا جون گرفته، اونم رفته خونه حاج اسماعیل قایم شده. بیا پایین بابا جون، زود برمیگردم و با هم بازی میکنیم. مواظبش باش. خیلی خوب. میخواستم باهاش بازی کنم. بابا رحمت حاجی. سلام آقا رجا جون. بابام کجا؟ با حاجی رفتن خونه عبادالله خان. خونه عبادالله؟ آره حاجی بودش آشتیشون بده. نه کبله‌ای، حاجی بردتش اونجا که تو چا بندازدش. حالا که حاج اسماعیل پادر میونی کردن، من حرفی ندارم، از شکایت هم صرف نظر میکنم، اما باید امضا بده که پسرش تو کار باز دخالت نکنه. هر طور شما صلاح بدید. پس بنویس آقای وکیل. اطاعت قربان. بگیرینم غلط شد. امداش کنی جان من. چرا معطل میکنی؟ امضاش کن دیگه. چرا معطلی؟ امضاش کن، همه منتظر امضای شما. او غیش بگی منه نگه در من ساکت. خودش آمد به خدا. جان شما اونجوری من نگاه میکنی. یا صاحب سر خودش آمد، خدا شاهد. با مرگ بوی پیازده اینو کشته به خدا. دوباره صدا صلوات بفرست و امضا کن. زود باش، باید بریم. چیزی رو انسان نکن پدر. گوش کن آقا رضا، اگه میخوای ایشی سر چا پیرمرد، تو و اون لاشخور هیچ فرقی با هم نداری. از این اتاق بوجهز بلند شده، بوی کفدار میاد. راستی گیر تو چی میاد حاج اسماعیل؟ به جز نوکری چی گیرت میاد ها؟ حرف بزن که بی پدر مادر کفتل، حرف بزن. تو 30 سال داری نوکری میکنی پیرمرد، بس نیست؟ پدرمو دوری کردی که چی رو امضا کنه؟ سند بدبختی شو؟ باش آروم آروم حیوان. بگو کسی اجراش تکون نخوره. یالا رحمت جان، آقا جونو ببر تو ماشین. روی چشمان قشنگ من اطاعت میکنم. بلند شو بریم آقا جان، بلند شو. شوخی کردم، یکی اشکالی نداره. بفرما بریم، بفرما. یک اون یک نوکری خاک دریا بستره تو. بفهمیدی یا نه؟ بریم. باید بگویم آقای عبادالله خان دماغ سوختی میخریم. پدر مادر سیفید برفی. بریم جناب، بریم. این پوله چه کار رد کن. یالا فردا میدم. همین الان. بارشون کن. حالا بی اصلاف شد. دنبالش نرو، فایده نداره. میتونم بکشمش. من فکر بهتری براش دارم.
میخوام از فردا هرچی کارگر تو باغش هست برای من کار بکنم با هر دستمزدی که دلشون میخواد. باید بری تمام کارگراشو بر بزنیم به هر قیمتی که شده. میخوام ببینم وقتی کارگر نداره چطوری میتونه پرتقالای اون باغو به شهر برسونه. به نظرم پنچر شده. توتر برو. های بای مادر نخوش مگه نمیبینی چرا قرمزه؟ بیا پایین بابا اذیتش نکن. ولش کن بابا. شما سوار ماشینت میشی ما تو کارت دخالت میکنی؟ نه خیلی. خب ما سوار اسبمون شدیم تو چرا دخالت میکنی؟ یه بروجک هم که تو سرت میزنه مثل بوز برقصی ها. شوقی گردن. ولی یه دقیقه پوش بیا کاری دارم. منم میخوام بیام بابا. بیا اینجا بینم پسر اونا 2 نفر رفتن راجب آبادی آینده جنابالی تصمیم بگیرن. تو میخوای بری اون واسه چه غلطی بکنی ها؟ زیاد حرف میزنی اسب عزیز. برو یه خود تو علفا بچه تا من بیام. فهمیدی یا نه؟ فهمیدم چی گفتی؟ اگر یک دفعه دیگه با مرگ تو این حرف بزنی همچه میزنم توی گوشت. چی شده رضا؟ من میخوام اینجا بمونم. تو ناراحت نمیشی؟ وقتی پیش تو هم واسه چی باید ناراحت باشی؟ واسه تهرون، واسه پدر مادره، واسه دوستا و آشناهام. من باید اینجا بمونم انیس. یه سالو داره خون پدرم و خون همسایه هاشو خون همشهریامو میمیکه. یه نفر باید جلوی اون وایسه، یه نفر باید جلوش وایسه و بزنه تو صورتش. این مردم خوابم مثل مگسایی میمونن که با امشی بیجون شده باشم. یه نفر میخواد که پیش قدم بشه. اگه من بار خودم رو ببرم، اگه بتونم خودم صاحب مال خودم باشم، بقیه هم به خوش میام، بقیه هم شروع میکنم. این کار سختی 1000 جور بالا و پایین توش داره. ممکنه که خیلی ناراحت بشی. من با تو هم رضا. از حال تا آخر عمر. از حال تا وقتی که چشممو به روی دنیا ببندم. نوکر چشاتم انیس. چیزی در گوشت حالا رو پاهات بلند شد. وقتی تو رو من نشستی من چجوری بلنشم بچه جان؟ مگه تو فیلم ندیدی اسبا شیه میکشن رو پاهاشون بلند میشن؟ تو یالا بلند شد دیگه شهره که رفتاری شدم من از دست این واجبی. بخند. تو راستی بابا که اصلی؟ نه خیر قربان بنده میدانم آدمم ولی پارسال حق بنده رو خوردن حالا کره از شدم و وقتی بروجه که تو منو ویله میکنی. بیا پایین حساب. بیا پایین ببینم. گفتم بیا برای مرده که منو ویله میکنی بیا پایین. حالا برو پیش بابا بزرگ بشی. کش بابا. برو با وجود سوار شو. دستتو بنداز گردنش. بگو بابا بزرگ ما دیگه پیش شما میمونیم. ما دیگه پیش شما میمونیم بابا بزرگ. بگو خودمون بار درخت رو میچینیم و خودمونم میبریم شهر. خودمونم میفروشیم. خودمون کارهایی که بابا گفت میکنیم. بگو از حالا ما خودمون صاحب همه چیزمون هستیم. با اجازه خودمون نفس میکشیم. به میل خودمون زندگی میکنیم. و بگو از فردا ما زندگیمون رو خودمون تو دست خودمون میگیریم. بابا بزرگ از فردا ما زندگیمون رو چیز میکنیم همون که بابا رضا گفت. مردانه های محترم و زن های محترمه. حواست کجاست آقا رحمت؟ ما که زن نداریم همه مردیم. ای راست میگی به خدا. خب مردانه های محترم حرکت به سوی پرتغال چیدن. ای مشتی غنبر همه حسابا با منه. بیل به حساب من آخر سال پرداخت کنم. حرکت هول نزنی ناراحتم نباشین. اینقدر پرتغال داریم و کار هست که نگو نپرس ناراحتم نباشین. خب ببینم چی شد؟ برای چیدن پرتقالای باغ عبادالله خان به همتون احتیاج داریم. دستمزدتونم هر چی هست 2 برابر میدیم. نفری 100 تومنم همین الان پاداش میگیرید.
بهشون بگیم رو چشم آیون دستشونو بگیرم بفرمایید سعدیه تا نخورد آدم دیگه بفرمایید آیون بفرمایید سعدیه تا نخورده تازه از بانک اومده بفرمایید آیون خواسته نخوریم بقیه هم اونجا براتون میدیم فهمیدین؟ خب حالا میتونیم بریم سر کارتون بیا آقایون بفرمایید یا صاحب عدسه چرا بایستادی؟ نمیای؟ نه جان نمیام. چرا؟ مگه نمیخوای کار کنی؟ چرا؟ اما برای تو و اون عبادالله دوست ندارم کار بکنم. چرا؟ مگه پول ما سکه نداره؟ چرا؟ سکه داره اما شرف چی گفتی؟ بینیشی گفتم پول شماها شرف نداره. ازش بوی گریه یتیمان، اشک بیوه زنان، خون و خشکیده جوان مردم به دماغ میخوره. پول شماها پول ظلمه، فهمیدی؟ چیه؟ ها؟ اگه مردی دلم میخواد یکی دیگه با من بازی با مرد خودم دست با من بزنی میرم پاسکا شکایت میکنم و پدرش نداری درش میارم. کی شهادت میده که تو راست میگی؟ من شهادت میدم. باش آقمانده مرد خاطر شما ازش میگذرم. شانس درای محترم برای اینکه یه دم مرد توی شما پیدا نمیشه. الحمدلله خودتن با 100 تومن فروخت. فهمیدی؟ را بیفتین بریم بابا درست کنیم ای خدا به این اتفاق کن. شدن چک دارم می‌نویسم. بفرمایید خانم مطابق این چک از حساب ما تو بانک لبتون 2 تا مصرف کنیم. ببخشین آقا حسابتون خواهد باز آغازی در بود هیچ چاره ای هم نیست. کمنگی از دستا بالا خانم میخوام کمپلت بانک تو بزنم. چی می‌بینی میخوام بانک تو بزنم بده من. بابا آتیش بازی میکنی منم بی برو بچه پی کاره. نمیخوام منم میخوام بازی کنم. گفتم برو اهه بیشکون آخه این بازیمون تموم میشده. برو بچه جان برو. منم میخوام بازی کنم. ایدا تو چی شده پسرم؟ چرا گریه میکنی؟ بابا میخواد بانک مامانو بزنه منو بازی نمیده. من وقت بازی ندارم بچه. الان کارگرها میرسن. آقا رضا چیه؟ آقا رضا چی شده؟ کارگران نمیان. چرا؟ برای اینکه آدمای عبادالله عجیل کردن اونم دیگه برای ما کار نمیکنن. ما دیگه بیکارگر شد. میگفت عبدالله به دراز 100 تومن پاداش داده. اگه اینطوره تو هم باید به ما پاداش بدی یا فایده ای نداره انیس. بس شماها کاری بر نمیاد. بار این باغ با شما چند نفر چیده نمیشه. برخوا بچه ها بیا بشید. بیانی بسیار باشید. بیانی بیان جلوتر بیان جلوتر. خیلی خوب بچه ها امروز درس طبیعی داریم. میخوام پرتقال چیدن رو یاد بگیریم. خیلی خوب بجون ببینم. بریم ببینم.
نمیتونم تشکر کنم. خودم بهت میگم امشب بعد از کار. خب من میرم مواظب بچه ها باشم. سلام. سلام. چیه؟ اومدی واسش خبر ببری؟ نه، بهم گفتن کارگرات نیومدن. فکر کردم بی خود فکر کردی بیا جاسوسی کنی و واسه عمود خبر ببری که اینجا چی داره میشه؟ پس خوب تماشا کن. جاسوسی چیه؟ من اومدم بهت کمک من کنم. کمک تو رو نمیخوام. چرا میخوای؟ ما کمک همه رو میخوایم رضا. حالا که خانم لطف کردن چرا نخواهیم؟ بفرمایید خانم، خواهش میکنم بفرمایید. امان از دست این زن آدم شاخ در میاره. من عرق خور شما دوترم عرق خور کردم. رضا جان برای آقا معلم کمتر بریز، عادت نداره دو بخوره. تا استکان ایرادی نداره. صفات آقا معلم که اگه امروز نبود خب یکی دیگه پیدا میشد. من کسی که توکلش به اون بالا باشه هیچ وقت تنها نمیمونه. ای قربان دهنت آقا معلم بخوده. من زودتر بخورم که الکل بدن من خیلی کم شده بخوده. سلامتی. میگم عبادالله الان داره گوشه قسیم گاز میگیره. تو بینید مخصوصا اگه بفهمه برادر زادش هم آمده برای ما پرتقال بیچینه ده سکته ناقص و کامل با هم میکنه با دره. من چی بخورم؟ میگم بیچی نیست. چی بخورم آخه؟ میبخشین آقا معلم که این سوال میخواهش میکنم. چرا تنهایی رو انتخاب کردی؟ چرا خانواده تشکیل نمیدی؟ زن، بچه. میدونی خونه بیزن مثل خونه میمونه که چراغ نداشته باشه. آدم بعضی وقتا خونه تاریک رو به خونه روشن ترجیح میده. یه مرد میتونه رو خاک بخوابه، تو برف یخ بزنه، تو آفتاب کباب بشه. یه مرد میتونه دنیا رو بذاره رو کولش و تمام عمرش را بره. فقط به یه شرط. من بگویم؟ به شرطی که میدنه تلویزیون جیبی همراه خودش داشته باشد، مگه نه؟ یا خونی بخوده. بی مزه داره از روی من حرف میزنه. خب شرطش چی آقا معلم؟ شرطش یه زن خوب داشتنه. قبل زنتو بدون به چشم خواهری زن یه زن کامل، یه خانم، یه مادره. و من از داشتن یه همچین نعمتی محروم بودم، چون تا چشممو باز کردم با یکی از اون بی عاطفه‌اش روبرو شدم. زن خوب واقعا نعمته. تلویزیون جیبی هم واقعا نعمتیه با خدا. آدم مگه یه دنه رو داشته باشه تا آخر عمری غصه نداره، مگه نه؟ سلامتی. میخوام دو دستی بخورم با کسبه. نیافتی نخه الان با هم میریم کنار رودخانه. من میرم برای شما یه ماهی به این بزرگی میگیرم میخوریم. یا کنیم آقا مالی برای این کار کردی؟ چرا؟ تو زن داری، بچه داری، خوشبختی، خانوادت به تو احتیاج داره، ولی باید برسونیمش بیمارستان. پس رضا چی؟ من میخواستم هر دوشون از بین برن. وقتی دنبال یه کاری میفرستمتون باید کارتون خوب انجام بدین، نه اینکه دست از خود رخصت برگردین. ما سعی خودمون کردیم ولی نشد. بعدم ممکن بود بشناسنمون. حالا اگه دوست داری فردا میتونیم بریم سراغش. فعلا باید یه چند روزی دور و برش آفتابی نشین تا آب و اطرافیاب بیفته. بعدم در یه فرصت مناسب شما دو نفر باید برین سراغش. درسته که امشب جون سالم به در برد، ولی براش یه مغرزه چی میخوری آقا معلم؟ نرزا این به خودخواهی یه آدم و به بی‌ارزگی هزاران آدم دیگه مربوط میشه. خواهی من به خاطر مردم اینجا غلط شد. آرومشون نمیذارم، پاهاشون رو قلم میکنم، دستاشون رو میشکنم، برای سرشون میارم که مادرشون رو به خاطر اینکه اونا رو زایده نفرین کنم. به گوشت میرسه آقا معلم. به فرض اینکه پاشون رو قلم کردی که چی؟ خیال میکنی پای اونا به اندازه پای من میارزه؟
خیال میکنی اگه پاشونو بشنی با هم بی حساب میشین؟ نرزه من پیشتون نیومدم که انتقام کشی کنی. این حرفا تو مرام من نیست. من پیشتون اومدم که بار تو به شهر برسونی، باری که به دست من، به دست بچهای من چیده شده. اگه میخوای به جای پام چیزی به هم بدی، بار تو به شهر برسون. این کار بکن بزن. میگم دی کامیونی چی کار بکنیم؟ میترسم اونا میذارن کامیون بده ساغر زبارسته. اونش با من. یه راست میری سراغ غلام بندری. اون شبا پیش من درس میخون. از قول من بهش میگی هر چند تا کامیون بخوای در اختیارت میذاره. من ازت تشکر نمی کنم، چون کلمه تشکر برای تو خیلی کوچیکه. تو از یه برادر به من نزدیکتری، از یه برادر بیشتر به من مهربونی کردی. من این کارو به خاطر مردم میکنم. برای این میکنم که محصول تو و امثال تو به دست مردم برسه. فقط همین. میبینید با خدا کمپانی معرفت بی معرفی دماغ بیار جلو. قربان تو باره. خب حالا زودتر را بیفتی. بریم پیش غلام بندری بهش بگین که یه سریم به من بزن. باشه. خدا. نهار بخوریم بعد خدا سلام به روی ما همت ملایی که فدای همتون بشم. یه دنیا با صفاییم با محبت. خب اول از همه بگی ببینم تکلیفاتون انجام دادین یا نه؟ خب بعد ادامه بده ببینم. بعدش رفت پیش غلام بندری و قرارشونو گذاشتم. میخواستی به غلام بگی همه کامیوناشو میخوام، میخواستی بگی نمیخوام بار اونا رو برسونه. بعد که جدا شد رفتم، اما اون گفت وقتی آقا معلم یه چیزی بخواد حرف توش نیست. گفت بهتون بگم آقا معلم هر چند تا کامیون بخواد براش میفرستم. چند روز طول میکشه بارشون رو جعبه کنم؟ اقلا 3 روز. اگه جعبه نداشته باشن؟ ولی جعبه دارم. خب یه کاری کن نداشته باشن. هر چقدر کامیون بخوایم هست. دیدی پدر، دیدی ما بردیم. ما که ببریم، ما که شروع کنیم، ما که را بیفتیم، بقیه مردم هم دنبالمون میاد. یه چیزی داره اینجا به دنیا میاد. مردم اینجا یه دفعه دیگه به دنیا میاد و این دفعه آدم حسابی هم به دنیا. آقا رضا چیه؟ آقا رضا جان چی شده؟ برای نشستی داری میخوری انبار جعبه آتیش گرفتی. فرید آتیش بازی جالبیه. حالا چی کار میکنی؟ من آدمی نیستم که زانو بزنم انیس. اونا نمیتونن منو وادار کنن که سر تحصیل پایین بیارم. من باهاشون مبارزه میکنم، میجنگم. عالیه. باید از همین الان بری دنبال جعبه که پرتقال روی درخت نمونه. نباید کاری کنیم که دشمن شاد بشی. آره راست میگی، باید راه بیفتی. زحمت؟ بالا قربان بی زحمت. بفرما. باید بریم دنبال جعبه. نصف شبی من هنوز حمام نرفتم. نصف شب و دم صبح و روز نداره. از هر موقعی میشه فعالیت رو شروع کرد. یالا رادیو شما برین خونه تا ما بیاییم. گرفتاری شدیم ما به خودم. یالا خسته نباشی. سلام خسته نباشی. من اومدم جعبه بخرم. نصف شبی؟ مگه نصف شب معامله حرومه؟ والا اون جعبه ها فروشی نیست، سفارشیه. سفارش کی؟ عبادالله خان، همش مال اونه. مگه عبادالله زنده است؟ اونی که زهر داده بودن. بیا بریم بیا. بوزریش اکبرده میتونم براتون درست کنم. چقدر میخوایم؟ 5000 10 روز طول میکشه. آخه کار دیگه هم تو دستمون داریم. خب من بیشتر طول میدم، کارمو جلو بنداز. نمیشه، خیلی ببخشیم. شیر نمیشه، ما زیادتر گول میدیم جعبه رو به ما بده. میخوام داداش نمیشه. عیبی نداره بابا، بیا بریم
چجوری هست؟ کارو فکر کرد با اون جبه های غلبی تو من بیشتر پول میدم گرونتر میخرم نمیشه فروختمش پیش پاش شما هم فروختمش همشو یه جا یه نفر خرید به کی؟ هر کی باشه من از اون میخرم ولی من نمیخرم نه ما آمدیم جبه هنوز بیندازی ما عقب بیفته فهمیدی بذار عوض بگم هنر فروشی نه خودمون باش کار میکنیم اما یکی دیگه هم داریم خریدم شما که هنو ندیدینه باشه ندید خریدمش حالا هم عرضه داریم هم چوب داریم فقط جعبه میخواد اگه یه شبانه روز سکوش کار کنیم تا فردا هم انبار تیکه کردیم هم جعبه ساختیم هم پرتقالا رو جعبه کردیم دلم میخواد وقتی کامیونا میان بارا ببرن جعبه ها حاصل باشن فقط آقا جون و مادر باید بشینن یه گوشه یا برن هیچی گوشه نمیشینه امروز نه کسی خونه میره نه کنار میکشه ببینم واسه یه آدم که پاش قلم شده کاری نداریم چرا نگاه میکنی من هنوز دستم سالمه رحمت خودو چکش و تختم میخ برده بیا میخوام با آقارزه نشون بدم چجوری جعبه درست میکنن روشن کن اره رو
قربونت برم. من به تو به این دفعه افتخار میکنم. اگه تو نبودی من چیکار میکردم؟ زندگی بدون تو مثل زندگی تو تغییر نمیده. تو اگه نباشی منم نیستم. نمیخوای کار کنیم؟ تو هنوز نخوابیدی؟ مگه ساعت چنده من؟ ساعت 3. ای بابا تازه سر شبه. میدونی اونا کور خوندن واسه اینکه از شر آدمی مثل تو راحت بشن باهات دستاتم قلم میکردن. خب دستامی که قلم میکردن با زبون پرششون میدادم. اگه زبون تو ببردن اون وقت واسه شون شیشکی در میکردن. راستی که خیلی مایه داری ولی خود من یکی نوکرتم. از بلنش کارتو بکن که الان آفتاب میزنه. آره باشه باشه. سلامت باشی. یه چیزی بگم به کسی نمیگم. معلومه. اینه که به خستگی در این تو چی رو بده دلم با؟ بخوابی رو زمین. یا مرتضی علی ریزا مواظب خودت باش. مواظب بچه‌مون باش. خیلی دوست دارم. علی بچه رو بگیر. مرد آقا معلم. اون مرده آقا معلم. مرده.
رفته بهش خیلی دوره بابا. آقا معلم خیلی پسرم، هم دوره هم خوبه. البته برای آدم های خوب هر آشغالی رو اونجا راه نمیدن. مامان جای خوبیه، الان هم داره همه ما رو میبینه، من، تو، پدر. اون نمیاد قربون. میاد پسر، من مثل تو بیشور نیستم. وقتی میگم میاد میاد. اون حالا خیلی مونده تا بتونه کمرش رو راست کنه و سر پا بایست. اون کمرش رو راست کرده، سر پام هست. میتونی بیای ببینیش. رسیدن به خیر. بعد کاری کردی عبادالله، بعد کاری کردی که منو زنده گذاشتی. باید میدونستی که اگه من زنده بمونم زندگی تا آخرت میگیرم. از چی داری حرف میزنی؟ خودت خوب میدونی که از چی و از چی دارم حرف میزنم. آدمای تو اشتباه کردن که منو زنده گذاشتن. باید بدونی که بی اجازه وارد خونه مردم شدن یعنی چی. باید بدونی که هر برایی که به سرت بیارم به حساب دفاع از ملک شخصی گذاشته میشه. تو زندگی منو گرفتی، آقا معلم رو به اون روز انداختی، زنم از بین بردی. ولی حالا دیگه نوبت خودته. من اومدم که تقاضا همه اونا رو ازت بگیرم. یادت باشه خودت اینو خواستی. نعمتا ببریم بندازیمش تو بابه. اگه زنده بمونه دیگه این برا پیداش نمیشه. صبر کنی. بهت گفتم عمو. چرا دست از سر این مردم بر نمیداری؟ برو تو اتاقت بعداً با هم صحبت میکنی. حالا صحبت میکنی. چی میخوای؟ چی میگی؟ برای چی این مردم به این روز انداختی؟ گفتم برو تو اتاقت. من هیچ جا نمیرم. من باید بفهمم اینجا چی میگذره. شما از این مرد چی میخوای؟ نکنه دیدن خون تسکینت میگه عمو. برو تو اتاقت. شاید تو خیلی خونریزیای دیگه هم دست تو کار بوده. وقتی که شعله های آتیش از انبار اونا سر میکشید باید میفهمیدم دست کی تو کار بوده. تو این کارو کردی درسته؟ گفتم برو. جوابمو بده. برو تو اتاقت. از کار خودت. اون تراسه رو ببریم بیرون. زنشم تو کشتی. آره تو کشتی. تو یه پاکی لجن شدی عمو. تو میونی یه مشت کفتار افتادی که خودت بدتر از اونایی. تو یه کفتاری. کشتو اینو ببرینش. خونه جلال چی؟ خونه جلالم گردن توه. درسته؟
ببرینش بیرون. من هیچ جا نمیرم. من میرم فریاد میزنم به همه میگم که تو چی کار کردی. خفش کن. بلم کن پدر مادر بلم کن. خودش تو زیر زمین. یه نفرم بذار که مواظبش باشه. بله قربان. سلام. خدا بد نده. خیلی ممنون جناب سروان. چه اتفاقی افتاده؟ از رفت افتادم هیچی. دروغ نگو مرد. تو از یه قدمی مرگ برگشتی. بگو کی این کارو کرده؟ یه دفعه گفتم که از رفت افتادم. گوش کن رضا. من چند ساله که منتظرم یکی لب واکنه. تو خیال میکنی ما نمیفهمیم اینجا چه خبره؟ ما میدونیم. اما یه نفر باید حرف بزنه. این رفقای تو هر چی ظلم میکشن ساکت ترن. اما تو حرف بزن. فقط یک کلمه بگو تا قانون حساب سالها ظلم ازشون بکشه. حالا بگو کی؟ لعنت به شماها که چی بشه مرد. یه دفعه با قانون همکاری کنین. یه دفعه دلتون واسه ما وا کنین. یه دفعه بذارین کمکتون کنین. حرف بزن رضا. فقط یک کلمه. بگو کی؟ پام پیچ خورد. از رفت افتادم پایین. دلم به تو خوش بود رضا. فکر میکردم تو با همشون فرق داری. فکر میکردم تو حرف میزنی اما تو هم مثل اونایی. حیف. من اگر جای تو بودم همه چی رو بین هم میگفتم برن این پدر سوخته ها رو بگیرن اعدام بکنن. عجب سنگین شدی تو بره. خواب اگه من نرسیده بودم تو مرده شده بودی که. آخه چرا حرف نمیزنی؟ چرا با جناب سروان نمیری حقیقت بگوی؟ رحمت جان خفه شو. باش ولی با مرگ خودم نباشد با جان تو. تو اگر حرف بزنی همه اینها یه رست میرن زندان. اصلا میخوای من برم بگویم؟ رحمت جان گفتم خفه شو. هرچی فوش بدی هرچی بده بیره بگویی من باید حرف منو بزنم. آخه مرد حسابی چه مسخره بازی تو در آوردی؟ مردی که سوال میکنی میگه تپو افتادم. تو تپو افتادی؟ رحمت جان گفتم خفه شو. به خدا اگر من جای عبادالله بودم رحمت این مرد رحمت گرفتی. خفه خون بشه ناکسابی. خیلی خوب از اول همینطوری با زبان خوش حرف بزن. برو خونه مواظب حسام و پدر مادرم باش. برو خیلی که برو دیگه. اشت دارم میرم به دستگل میزنه. رحمت بله خفه نه فقط برو خونه جای دیگه نریا. جای دیگه میریم. این دیگه جایی. سلام آی بروجه توپوز بده. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم که مواظب بابام باشه. با اجازه.
تو باشم بابا جون. چی کار میخوای بکنی؟ میخوام مواظب تو باشم بابا جون. من نمیخوام اونا ترم بفرستن به هیچ. حالا که مامانم رفته میخوام مواظب تو باشم. من دوستت دارم بابا. ترم قد مامان دوست دارم. این دفعه که خواستی بری سراغشون منم برم که بهت کمک کنم. تو کمکتو کردی. کجا داری میری؟ آقا من آدمم دارم با تو حدیث نمیم. کجا میری؟ مواظب حسام باش. بازی کدام نیستم چی آخه؟ هر چی میگم بگو چشم. الکی بگویم چشم؟ خواب چشم بفرما. گفتم چشم. اون مدکر رفت تو میری مدکر میزنن میفلش میکنن میگوشنش. با مرد تو من گفتم با من بود. بکشینش. این مال پدرم که یه عمر دست شما عذاب کشید. این مال پای آقا معظم که یه موش به همه شما میاد.
این به خاطر زنم که مصرف عروسی پسرم رو بخواه و اینم به خاطر خودم رو اینجا برو بیرون جلو نیا جلو نیا میکشم بکش مادر مرده گفتم نیا جلو میکشتی تا خیالت راحت باشه گفتم نیا هرچی بخوایی بهت میگم هرچی بخوایی میگم جلالو کی کش جلالو کی کش هستی کی دستور داد گفتم کی دستور داد من پایاه و معلم رو کی گفت قلم کنن من آنیس به دستور کی کشته شد به دستور کی منو نکش هرچی بخوایی بهت میگم هرچی بخوای آره میخوام جلال و انیس و پایاه و معلم و اونا رو میخوام لامر میخوام بابا عمو رحمت میگه اگه تو اونو بکشی میری زندون من نمیخوام تو از پیشم بری بابا سلام من همراهتون میام دستبند احتیاجی نیست من آبرو دارم آبرو؟ کدوم آبرو؟ برادر دادت همه چی رو برای ما تعریف کرد بالاخره یه نفر فرد زد بلند شو بریم چه دستبند قشنگه مبارک انشالله مبارک جان برو به سلامت برو اونجایی که میری آب یخ مجانیه چی شد جان؟